سلام، من شیدام. این اولین ویدیو یوتیوب منه و توی این ویدیو قرار توضیح بدم چطوری از ایران مهاجرت کردم به چین و تحصیلی با کمترین هزینه. پذیرش از دوره 1 ساله زبان چینی رو گرفتم از دانشگاه سیاس شهر جینجن، ژنگجو، استان خنن، چین. زبان چین تحصیل توی چین اینجوریه که شما یا میتونید به زبان چینی تحصیل کنید یا به زبان انگلیسی تحصیل کنید. به زبان انگلیسی بورسیه‌های خیلی خوبی به شما تعلق نمیگیره. یه سری از رشته‌ها بورسیه دارن ولی در مقطع لیسانس خیلی کم پیش میاد که بورسیه داشته باشن. پس چه گزینه‌ای برای شما؟ البته هزینه‌ها نرمال همونن. خیلی خب اگه مثل من میخواین کمترین هزینه رو کنین و بخواین پزشکی بخونید، درمان پزشکی بخونید، داروسازی، فیزیوتراپی، پس پیشنهاد من به شما اینه که به زبان چینی تحصیل کنید. حالا به زبان چینی چجوری میخواین تحصیل کنین؟ همه میگن زبان چینی سخته، زبان چینی نمیدونم 1000 تا الفبا داره. همه اینا رو بریزید دور. زبان چینی اصلا الفبا نداره. زبان چینی به نظر من خیلی آسونه. و حالا این دو توی ویدیو دیگه بهش میپردازیم که زبان چینی چطوریه، چرا من میگم آسونه و چقدر طول میکشه که یاد بگیریم. فعلا در مورد مهاجرت میگیم که چیکار کردیم. شما به زبان چینی که بخواید درس بخونید مدرک چسکای 4 یا 5 رو نیاز دارین که اینا رو مدرک چسکای 4 یا 5 رو به دانشگاه چین ارائه بدین. شما میتونید به صورت رایگان بدون اینکه ذره شهریه به دانشگاه، یک ذره شهریه به خوابگاه و حتی بعضی از دانشگاه به شما کمک هزینه تحصیل ماهیانه هم میدن. به این بورسیه میگن بورسیه دولت چین که شما زبان چینی رو یاد میگیرید و با زبان چینی تحصیل میکنید. حالا برای یاد گرفتن زبان چینی دو راه وجود داره. یعنی که شما خود ایران زبان چینی رو یاد میگیرین و مدرک چسکاتون رو میگیرین، یا اینکه میایین چین زبان چینی رو یاد میگیرین که پیشنهاد من اینه که بیاین چین و اینجا زبان چینی رو یاد بگیرید. چرا؟ چون اینجا توی محیط هستین، مجبورید که چینی صحبت کنید، مجبورید برای ارتباط حتی کوچکترین ارتباط روزانه‌تون هم چینی بلد باشین و خب خیلی پیشرفت خوبیه دیگه. و از اینجا خیلی راحت میتونین پذیرش برای رشته حالا مقطع لیسانس یا ارشدتون خودتون پذیرش بگیرین بدون هیچ هزینه‌ای، به نفعتونه. چرا اینو میگم؟ چون توی ایران من شنیدم که حتی یک جلسه زبان چینی تقریبا حدوداً 1 میلیون تا 2 میلیون و بالفرض حالا 400 300 هر چقدر قرار هزینه ببره. و شما وقتی اونجا شروع میکنین، یعنی شما یک هفته یک جلسه زبان چینی کلاس برمیدارید، در ماه شما بگین 4 میلیون هزینه کنید برای هفته یک جلسه. خب توی 3 ماه انگار شما فقط 12 جلسه زبان چینی رو گذروندین با 12 میلیون. خب این اصلا به صرف خیلی بیسیک یاد گرفتین که اینو به نظر من خیلی راحت از کانال‌های یوتیوب میتونین شما زبان چینی رو تا یه حدی یاد بگیرین و بعد بیاین چین تقویتش کنین. حالا چرا اینجا بهتره؟ شما اینجا یه شهریه خیلی کمی میدین، 1 سال شهریه خوابگاه رو میدین، 1 سال شهریه دانشگاه رو میدین و بالفرض بعضی از دانشگاه‌ها حتی شهریه دانشگاه رایگان دارن برای رشته زبان چینی. و شما میایین اینجا خیلی راحت زبان چینی رو میخونید، توی محیط قرار میگیرید. اینو فکر کنم 2-3 بار تکرار کردم. تو خیلی تاثیر داره. واقعا اینجا زبان یاد گرفتن واقعا متفاوته. شما شروع کنید ایران زبان چینی رو بخونید و بعد بیاین اینجا ادامهش رو اینجا بخونید، خیلی بهتره. پذیرشی که من از اینجا گرفتم چه مدارکی میخواست: پاسپورت، سوء پیشینه، ریزنمرات، آخرین مدرک تحصیلی، دیپلم، تمکن مالی، بالفرض مدرک زبان اگر نیاز هست، انگیزه‌نامه. همه این مدارک رو تحویل دانشگاه میدین، دانشگاه به شما پذیرش میده، شما یه $400 اپلیکیشن فی هم هزینه‌شو برداخت میکنین، دانشگاه به شما پذیرش میده. ریزنمرات هم دیپلم اصل باشه و همه اینا رو شما باید ببرید آموزش پرورش و شهرستان اگر شهرستان هستین، آموزش پرورش شهرستان براتون مهرش کنه. اگر توی مرکز استان هستین باید ببرین آموزش پرورش ناحیه براتون مهر کنه، بعد ببرین آموزش پرورش کل استان براتون دوباره مهر کنه و همه اینا رو بعد ببرین تحویل بدین به اضافه مدرکی که بهتون گفتم سوء پیشینه رو باید برید از دفاتر خدمات قضایی تحویل بگیرید. قبل از ساعت 10 صبح برید سوء پیشینه رو بگیرید. میرین دفتر قضایی میگین سوء پیشینه میخوام. اگر ثبت نام سند داشته باشین که تا قبل از ساعت 10 صبح براتون ثبت میکنن
و اگر نداشته باشین که اول ثبت نام فنا میکنین و بعد سوء پیشینه رو تحویل میگیرید. هزینه سوء پیشینه اگر اشتباه نکنم تقریبا بیشتر از 100,000 تومان نمیشه. شما سوء پیشینه رو میگیرید. سوء پیشینه، آخرین مدرک تحصیلی حالا بر من دیپلم بود، ریزنمرات، این سه تا مهر، حالا سوء پیشینه که مهر دفتر قضایی رو داره، ریزنمرات و دیپلم مهر آموزش پرورش همون چند تایی که گفتم رو باید داشته باشه. شما اینو میبرید دفاتر ترجمه رسمی دادگستری توی حالا مرکز استان‌ها بیشتر هست. شما میرین اونجا، این سه تا رو میدین براتون ترجمه کنن و بهشون میگید که ترجمه مهر دادگستری رو داشته باشه و مهر امور وزارت خارجه هم داشته باشه. همه اینا تقریبا یه هفته طول میکشه تا ترجمه بشه، یه هفته تا 10 روز، یعنی 7 تا 10 روز کاری طول میکشه. اینو که بهتون تحویل دادن تقریبا 1,200,000 بر من شد، 1,230,000 تومان اگر اشتباه نکنم، 4 ماه پیش شد که این هزینه برای 3 تا مدرکی که بود که من داده بودم برای ترجمه. همه اینا رو اسکن میکنید، فایل اسکن شده ها به اضافه فرمی که دانشگاه برای شما میفرسته تکمیل کنید. یه فرم کلی، اسم چیه، اسم دومت چیه، کد ملی چیه، کد پاسپورتت، حالا شماره پاسپورتت چیه، پاسپورت نامبر چیه، نشنالیتی چیه، دینت چیه و حالا چرا میخوای بیای چین، چقدر چینی بلدی، چقدر انگلیسی بلدی، چه زبان دیگه ای بلدی. تقریبا این فرم بود که برای من فرستادم و من پر کردم. از اون طرف یه فرم دیگه هم هست، فیزیکال تست بهش میگن، اونو دوباره براتون از دانشگاه میفرستن. این فیزیکال تست رو شما باید ببرید پیش دکتر، پر کنه فیزیکال تست رو براتون و مهر و امضا با عکس خودتون اینا رو تحویل بدین و بعد پذیرش شما میاد. بعد از اینکه همه این مدارک رو تحویل دادین یه هزینه هم باید پرداخت کنید به دانشگاه که بهش میگن اپلیکیشن فی. حالا اپلیکیشن فی چی هست؟ این هزینه بررسی، هزینه حالا اون افرادی هست که دارن مدارک شما رو بررسی میکنن توی دانشگاه، یعنی کارمندهای دانشگاه یه پولی از شما میگیرن تا مدارکی که شما فرستادید رو بررسی کنن. بعد از اینکه این مدارک رو بررسی کردن تصمیم میگیرن که به شما پذیرش بدن یا ندن. یه مدرک دیگه هم هست، مدرک نیست، یه چیز دیگه هم هست که شما باید بفرستین، انگیزه نامه است. من دیدم که انگیزه نامه ها رو تقریبا پول میدن بیرون براشون مینویسن، حدودا بر فرض حالا هر از گاهی بیشتر از 3-4 میلیون پول میدن که این انگیزه نامه رو براشون بنویسن. خب به نظر من خودتون بنویسین خیلی بهتره. حالا اگر این ویدیو اوکی بود، راضی بودین، لایک کنین. من ویدیویی که خودم انگیزه نامه خودم رو نوشتم هم براتون آپلود میکنم، انگیزه نامه خودم رو براتون میذارم که همه اینا براتون مثال باشه و همه اینا رو توی یه فایل کامل توی یه ویدیو توضیح میدم. یه چیز دیگه هم که هست، تمکن مالی. شما دانشگاه بهتون میگه که یه مقدار تمکن مالی باید داشته باشید تا من بهت پذیرش بدم. حالا دانشگاه بهت میگه معادل 2,000 یوان و تمکن مالی داشته باشی، معادل 20,000 یوان و تمکن مالی داشته باشی. این تمکن مالی یعنی چی؟ اول تمکن مالی که دانشگاه از شما میخواد بدونه که شما میتونید توانایی زندگی کردن توی این شهر رو دارید یا ندارید از نظر مالی. خب شما یه مقدار پول رو توی حسابتون میذارین، یه چیزی حدود فکر کنم 200 تا 400-600 میلیونه تو حسابتون میذارید، 1-2 روز بمونه و از بانک مرکزی اون نامه تمکن رو میگیرید و اون نامه تمکن رو هم عکسش رو برای دانشگاه، حالا اسکنش رو توی همه فرما برای دانشگاه میفرستیم. 2 تا فرم برای شما ارسال میشه. یه فرم اینه که فرم ادمیشن لتر شماست که نامه پذیرش شما حساب میشه و یه نامه JW نامه‌ای که شما باید به سفارت ایران تحویل بدید. آقا بیاین اسم سفارت رو بذاریم وزارت. کی به کیه؟ این نامه رو وقتی برای شما ارسال کردن، یعنی شما پذیرش رو دارین، شما همه چیز رو دارین، فقط باید برید سفارت ایران، سفارت چین توی ایران و ویزای 1 ماهه رو بگیرید. حالا این داستانش چطوری؟ شما اون نامه JW رو پر میکنید، توی سفارت، توی سایت سفارت چین یه فرم هست، فرم JW آنلاین تقریبا، اونو پر میکنید طبق هر اطلاعات که توی فرمایی که فرستادین بوده اونو پر میکنید و سفارت چین توی ایران
فکر کنم شنبه کار نمیکنه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه بازه. شما یک شنبه حالا اول هفته تشریف میبرید سفارت چین توی ایران که حالا لوکیشنش رو توی گوگل میتونید پیدا کنید، من درست یادم نیست. شما یک شنبه اول صبح میرین اونجا نوبت میگیرین، چون واقعا سفارت شلوغه، اذیت میشین. اول صبح میرین اونجا اسمتون رو مینویسین و توی صف وای میسین. حالا من ساعت 6 صبح اگر اشتباه نکنم جلو در سفارت بودم، اسممو نوشتم و نفر 50 بودم. تقریبا 8 صبح در باز شد و حدودا ساعت 11 ظهر 12 ظهر بود نوبت من شد که من رفتم داخل. حالا اون نامه 8 صفحه‌ای JW که توی سایت بود پر کردین، اونو باید همراهتون ببرین. صفحه اول و دوم رو باید پرینتش رو همراهتون ببرید. پرینت ادمیشن لترتون، نامه پذیرشتون رو باید ببرین. پرینت JW تون رو باید ببرین. کپی پاسپورتتون رو باید ببرین. پاسپورتتون باید کپیش تقریبا فکر کنم آره کپی پاسپورتتون حتما باید روی A4 باشه و نامه تمکنتون رو ببرین. هر مدرکی که توی پروسه مهاجرت استفاده کردین همراهتون ببرید و برای نیاز حداقل ممکن شما میتونید چند تا قطعه عکس هم همراهتون ببرید. برای من نیاز نشد ولی به من گفته بودن ببرید. از اون طرف $75 هم باید نقد همراهتون باشه، یعنی پول نقد دلاری $75 باید همراهتون باشه. گفتن که اسکناس $100 نبرین چون بقیه‌اش رو بهتون پس میدن و $25 هم پول کمی نیست. $75 نقد همراهتون ببرین و همه اینا رو که مدارک رو که تحویل دادین. البته اون روزی که میرین $75 نیاز نیست، روزی که میرین تحویل بگیرین $75 نیازه. همین مدارک رو شما تحویل میدین و به شما یک روز میگن، مثلا میگن سه شنبه تشریف بیار پیکاپ تو بگیر. یه برگه کوچیک تقریبا صورتی رنگ هم به شما میدن که اون بهش برگه پیکاپ میگن. برای اینکه شما برین ویزاتون رو بگیرین حتما باید خودتون تشریف ببرید روز اول، ولی برای اون پیکاپو که گرفتین، برای اینکه شما برین پاسپورتتون رو تحویل بگیرین نیازی نیست خودتون برین. یعنی هر کس دیگه ای که اون برگه پیکاپو داشته باشه و $75 پول نقد همراهش باشه میتونه اون برگه پیکاپ رو ببره و پاسپورت شما رو بگیره. توی نامه‌ای که حالا توی اون پیکاپی که به من داده بودن گفته بودن که سه شنبه عصر ساعت 2 تا 4 مثلا میان پیکاپتون چیز کنید، پاسپورتتون رو تحویل بگیرید. من نتونستم، من فکر کنم پنج شنبه بود، من پنج شنبه نتونستم برم چون من شهرستان زندگی می‌کردم، استان فارس بودم و خب سفارت تهران بود. من پروازم دقیقاً من بعد پنج شنبه میرفتم ویزا رو میگرفتم. من پروازم یک شنبه شب بود، یعنی من قبل از اینکه ویزا بیاد پرواز رو رزرو کرده بودم، یعنی اون تیکت پروازم رو گرفته بودم قبل از اینکه حتی ویزا بر من صادر شه. یعنی یه ریسک خیلی خیلی بزرگ رو من کردم، چون بعضی وقتا ممکنه که وزارت به شما، سفارت به شما ویزا نده و شما کلی هزینه کردید برای یه تیکت پرواز و پوف تموم، همون هزینه که برای تیکت کردین پوف تموم میشه. خب من این ریسکو کردم، شما این ریسکو نکنید، حداقل بذارید 4-5 روز بعد از اینکه پاسپورت رسید دستتون چیز کنید دیگه، بلیط پرواز رو بگیرید. من دقیقا روز یک شنبه شب پروازم بود و من یک شنبه صبح رسیدم تهران، رفتم که چیزام رو تحویل بگیرم، رفتم پاسپورتم رو توی سفارت تحویل بگیرم. گفتن صبح تا ظهر پیکاپ نداریم، بعد ساعت 2 تا 4 بیاین و این واقعا استرس شدید داشت برای من ساعت 2 تا 4 باید قسمت حال شمالی تهران پاسپورت رو میگرفتم و از ساعت 6 عصر هم باید توی جنوبی ترین قسمت تهران، یعنی فرودگاه امام خمینی، لاگجامو حالا اون چمدونامو تحویل میدادم. این استرس به شدت زیاد بود که از خود اون سفارت تا حالا فرودگاه امام خمینی تقریبا 1.5 ساعت راهه. اگه با ماشین بری که کلی تو ترافیک و اینا میمونی، اگر هم با مترو بخوای بری که واقعا دردسره و خیلی بازم 40-50 دقیقه تو راهی. حالا از اون استرسی که من کشیدم بگذریم، شما این کار رو نکنید، شما مثل من نباشید. من ساعت 2 رفتم و اونجا خیلی ها قبل از من رسیده بودن و نوبت گرفته بودن. اونجا با یکی از بنده خدا صحبت کردم، گفتم من امشب تیکت پرواز دارم
ویزا پاسپورتمو هنوز نگرفتم فلان و بیسار داستانا. بالاخره اون نوبتش داد به من، اون نفر اول بود، نوبتش داد به من و من نفر اول رفتم داخل و پاسپورتمو تحویل گرفتم. $75 نقد و برگه پیکاپ رو تحویل دادم به من، خیلی راحت پاسپورتمو دادن. توی پاسپورتم ویزای 1 ماه ثبت شده بود که من 1 ماه توی چین میتونم بدون اینکه حالا اینجا درخواست ویزا بدم اوکی باشم، زندگی کنم. و من برگشتم از شمالی ترین نقطه تهران برگشتم جنوبی ترین نقطه تهران. وقت نداشتم حتی 4 تا عکس و فیلمی که توی فرودگاه میگیرن و درست بگیرم. در حد فکر کنم 5 دقیقه من 4-5 تا عکس گرفتم، خداحافظی کردم و رفتم توی گیت وسایل رو تحویل دادم. اونجا اضافه بار داشتم، کلی اضافه بارم درد سر کشیدم چون من اینو نمیدونستم که من بار دانشجویی گرفته بودم. حالا قضیه بار دانشجویی هم شما بعد از اینکه تیکت رو گرفتین میتونین زنگ بزنین به شرکت هواپیمایی که ازش تیکت گرفتین، مدارک رو بفرستین و بگین من دانشجوام و میخوام بار دانشجویی بگیرم. و خود حالا من ایرلاین هواپیمایی چاینا ساترن بود و چاینا ساترن خیلی راحت به من 64 یورو بار دانشجویی داد. من نمیدونستم که باید 2 تا بسته 32 کیلویی ببرم، یعنی چمدونم یکیش 32 و یک دیگه 32 باشه. من بگم 64 میتونم ببرم، یکیشو 20 کیلو چیدم، یکیشو 44 کیلو چیدم. و خب اونجا به من گفتن که اصلا امکانش نیست. بعد دوباره بشین 2 تا چمدون رو باز کن، بار از اون بردار بریز تو این، بار از این بردار بریز تو این. بعد از اون طرف دوباره من کلی اضافه بار داشتم، حدوداً 10 کیلو اضافه بار داشتم چون یکی از چمدونام 30 کیلو بود و یکیش 44 کیلو بود. اون 10 کیلو اضافه بار رو گفتن نمیتونی اینجوری ببری، باید یه بسته جدا بذاری برای 10 کیلو اضافه بارت. من دوباره یه بسته جدا برای 10 کیلو اضافه بار گذاشتم، هزینه اضافه بار رو جدا پرداخت کردم. خلاصه خیلی دردسر اینجوری کشیدم. اینا رو شما یادتون باشه که مثل من نباشید. و با پرواز مستقیم اومدم چین. حالا پروازی که من به این شهر داشتم 2 تا پرواز بود. توی یکیش ارومچی وایساد و توقفی که توی ارومچی بود 2 ساعت بود. حالا من این گیت برو اون گیت بدونی که بدونم این گیت کدومه اون گیت کدومه، توی 2 ساعت و نصف 1 ساعت و نیم هم توی صف بودم که چیز پاسپورت منو چک کنن. و من اونجا هم خیلی درد سر کشیدم. اگر البته بچه‌ها بودن که پروازشون 12 ساعت توقف داشت و اون 12 ساعت میگفتن خیلی اذیت شدیم. حالا نه 2 ساعت خوبه نه 12 ساعت خوبه. اگه میخواین پرواز 2 مقصده بگیرین حداقل 4 ساعت توقف به نظر من کافیه. هم یه رست کوتاه دارین، هم همه به همه کاراتون میرسید. اوه چقدر صحبت کردم. خب وقتی رسیدین چین شما 1000 یوان باید بیمه پرداخت کنید، باید 400 یوان برای ویزای 1 سالتون که تمدید ویزا هست. اینجا خود دانشگاه شما رو میبره پلیس استیشن، تمدید ویزا میکنه براتون که اون 400 یوان باید اینجا بدین. یه فیزیکال تست دیگه هم هست که دانشگاه میگیره ازتون. این فیزیکال تست تقریبا 570 یوانه. کل بدنتون رو چک میکنن و تنها بیماری هایی که فکر کنم اینجا ویزاتون رو کنسل میکنن و شما رو برگشت میزنن به ایران HIV و HPV. این 2 تا بیماری رو نباید داشته باشین و اونم 570 یوانه. گفتم شهری دانشگاهی که من هستم برای 1 سال تحصیل 20000 یوانه که با بورسیه تقریبا میشه 5000 یوان، تقریبا میشه 5000 یوان. و شهری خوابگاه بستگی داره که شما اتاق 1 تخته بخواین، اتاق 2 تخته بخواین، 4 تخته بخواین یا 6 تخته بخواین. اتاقی که من هستم 4 تخته است و 4 تخته تقریبا میشه 3750 یوان برای 1 سال تحصیل و هزینه دیگه ای نداره، یعنی کل هزینه هاتون همیناه. حالا اگه سوالی بود توی کامنت ها بنویسین، همه رو جواب میدم. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید، قرار کلی ویدیو خفن توی چین داشته باشین. بای بای.